درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. امروز 26 اردیبهشت ماه سال 1404 هستیم. ما حدود 7-8 روز پیش از این کود عالی نوآوران محلول در آب استفاده کردیم و به باغ 1.5 هکتاری بادام دادیم و استفاده شده. شما از آن دوستان ببینید که تو این مدت چند روز سر جوش هایی که بادام زده، اینا همه سر جوش های نو و بادام در اصل تازه هستن. ببینید مشاهده بکنید چقدر زیبا و چقدر واقعا معجزه کرده. اصلا خودم در عجبم که این اتفاق افتاده. و پرک بهنی درخت رو شما سبزینگی مشاهده بکنید، بار درخت رو مشاهده کنید چقدر درست شده. و یه چیزی که من دیدم اینجا، ببینید بادام داره میرسه تو این فصل سال، یعنی پوستش ترک خورده، اینقدر زور و قوت داشته این کود. ببینید این باز این سر جوش های این درخت رو ببینید، از اینجا که من دستم رو ببینید چند سانت سر جوش زده. اینها جوش های تازه این چند روزه. ببینید حالا تو تصویر اگر کامل مشخص باشه، ببینید از اینجا این جوش تازه، ببینید چقدر زیبا اتفاق افتاده. واقعا از مهندس رحیمی خیلی متشکریم که این کود رو به ما معرفی کردن و من هم برای هر درخت 100 گرم استفاده کردم و این ماه هم باز دوباره استفاده میکنم، با این حال که اینقدر اتفاقات خوبی براش افتاده. کود عالی نوآوران واقعا معجزه کرده برای باغ من. خیلی خیلی زیبا، خیلی زیبا، واقعا لذت بردم. مهندس جان متشکریم، خیلی عالی بود.